به همه ایرانیان عزیز آزاداندیش. عزیزان دل من، امروز میخوام در رابطه با سندی با شما صحبت کنم که بسیار مهمه. این سند چیه؟ این سند نقشه عبور ما از جمهوری اسلامی به ایرانی آزاد و دموکراتیکه. این سند مهم اسمش دفترچه اضطراری شاهزاده رضا پهلوی هستش. دفترچه شاهزاده رضا پهلوی فقط سیاسی نیست، بلکه برنامه ریزی شده است و اجراییه. و اینجا رو یه نکته دوست دارم بگم، این که خیلی ها اعتراض دارن به این که شاهزاده رضا پهلوی چی کار کرده. شاهزاده رضا پهلوی با توجه به این همایشی که توی مونیخ آلمان برقرار کرد و خودشون میزبان بودن، همون موقع اعلام کردن که من یک دفترچه اضطراری می نویسم و اعلام میکنم برای برنامه ریزی ایران پس از قبل و پس از سقوط جمهوری اسلامی. و این دفترچه 168 صفحه نوشته شده. اونایی که ادعا دارن بیان دو ورق بنویسن. و این 168 صفحه توسط کیا نوشته شده؟ توسط افرادی بسیار متخصصین بسیار فعال و با استعداد و برنامه ریزی شده، چه داخل کشور و چه خارج کشور جمع شدن اینو نوشتن. این کار بسیار مهمی بوده. و این دفترچه برای چی نوشته شده؟ زمانی که جمهوری اسلامی سقوط میکنه، برای این که کشور هرج و مرج نشه، جنگ داخلی نشه و مشکل ایجاد نشه برای ایرانیا، اومده داخل دفترچه برنامه ریزی کرده که چه کار بکنن که امنیت کشور برقرار باشه، از لحاظ غذا، دارو، بهداشت نظم برقرار بشه و کشور در امنیت قرار بگیره، بره جلو. و بعد به امید خدا دولت موقت میاد اونجا و برنامه ریزی میکنه. چرا که ما نباید بشینیم به انتظار اینکه جمهوری اسلامی سقوط کنه بیفته بعد چی کار کنیم. این غلطه. ما باید برنامه ریزی کرده باشیم که پس از سقوط، که وقتی جمهوری اسلامی سقوط کرد بدونیم که گام بعدی ما چیه و به همین ترتیب بریم جلو. اینو بهش میگن، این قسمتی از دفترچه اضطراری هست که به امید خدا تو برنامه‌های بعدی کامل و مفصل توضیح خواهم داد. و نکته بسیار مهمی که این دفترچه داره اینه که دقیقا نشون میده که ما چه کار باید بکنیم و این جلوگیری میکنه از هرج و مرج شدن کشور و مشکلات حادی که ممکنه برای کشور به وجود بیاد. کشور رو استیبل میکنه. و اینا هممون باید بدونیم که شاهزاده رضا پهلوی همیشه توی صحبتاشون اعلام کردن که کشور ایران به دست خود ملت ایران آزاد خواهد شد و برنامه ریزی خواهد شد. خودشون تصمیم میگیرن که چه کار بکنن برای کشور. و این دفترچه اضطراری یک سند زنده است و ای کاش همه بخونن اینو. هر کس نخونده لطفاً بره بخونه. کسی که دغدغه ایران رو داره بره بخونه، چون بسیار مفید هست. و این که ما باید همگام با هم جلو بریم، منسجم و همصدایی با شاهزاده رضا پهلوی و با همبستگی ملی و با اتحاد موفق خواهیم شد. ایمان دارم که موفق خواهیم شد. و همچنان همه باید بگیم چی؟ جاوید شاه، پاینده ایران، زنده باد ملت ایران.